خیلی از دوستای ما هستن که همه روزه به دفاتر مختلف CV میفرستن. با وجود از اینکه تحصیلات عالی دارن، تجارب بسیار خوب دارن، حتی شارتلیست هم نمیشن. مشکل در کجاست؟ احتمالاً مشکل در نوشتن خلاصه سوانح یا CV باشه. در این ویدیو من به شما آموزش میدم که چطور یک CV مسلکی یا حرفه‌ای بنویسین تا شما را استخدام بکنه. سلام، حمیدالله همین هستم. خوش آمدید به چینل دنیای آموزش‌های آنلاین. در این ویدیو من 3 مورد بحث قرار میدم تا بتونین یک CV مسلکی بنویسید. 1. کاربرد CV یا خلاصه سوانح در فرایند استخدام یا پروسه استخدام چیست؟ 2. اشتباهات را برای شما خواهیم گفت که این نوشتن یک CV در سال 2025 از او باید جلوگیری شود. 3. در اخیر مواردی را برای شما خواهیم گفت که در CV تان اضافه بکنید تا مورد توجه قرار بگیرد. شماره 1. کاربرد CV یا خلاصه سوانح. خلاصه سوانح یا CV در پروسه استخدام مشخص می کند که کاندیدها موارد مثل مهارت‌ها، تجارب، دانش و خصوصیات را دارا هستند و واجد شرایط پست اعلان شده می باشند. شماره 2. جلوگیری از اشتباهات است. مطلب اول از اشتباهات گرامری، علامت گذاری و املایی خودداری بکنید، چرا که اشتباهات نشان دهنده از این است که شما یک شخص غیر حرفه‌ای هستید و مهارت‌های نوشتاری ندارید. بنابراین اینمی اشتباهات باعث میشه که شما شارتلیست نشوید. مطلب دوم، CV هایتان را یا خلاصه سوانحتان را مطابق به ATS بسازید. ATS شکل اختصار شده از Application Tracking System است. امروزه اکثریت دفاتر و مؤسسات با استفاده از سیستم الکترونیک ATS CV را شارتلیست میکنند که CV تان باید مطابق به ATS باشه. در ویدیوی بعدی ما از الف تا یا سیستم ATS برای شما آموزش میدم که چگونه CV هایتان مطابق به این سیستم عیار شود. مطلب سوم، یک اشتباه عام همی است که اکثریت از دوستای ما یک CV را به تمام وظایف میسازند. این یک اشتباه عام است. شما باید به هر وظیفه‌ای که اپلای میکنین یا درخواست میکنین باید بر از اون وظیفه CV خود عیار بکنین و مطابق به اون لایه وظایف خود بسازین. مطلب چهارم، اشتباه عام دیگری که بسیار رایج است که کلمات کلیدی جاب دسکریپشن در CV درج نمیکنه. کلمات کلیدی عبارت از همون کلمات حساسی هستند که در جاب دسکریپشن وظیفه اعلان شده ذکر می شده باشه و سیستم ATS در جستجوی همون کلمات هستند. او کلمات پیدا بکنه و CV را شارتلیست بکنه. مطلب پنجم، بسیاری از دوستا هستند که خلاصه سوانح یا CV طولانی می سازند. من براتون پیشنهاد میکنم که 2 یا 3 صفحه بیشتر CV نسازید. مطلب ششم، از ایمیل های غیر حرفه‌ای CV ارسال نکنید. مثلا donkeyboys@gmail.com. این نوع ایمیل ها شخص درخواست کننده را یک فرد به شخصیت نشان میده و در عین حال نشان دهنده از این به دفتری که شما درخواست میکنید ارزش قائل نیستید و همین باعث میشه که شما را شارتلیست نکنند. شماره سوم، مواردی هستند که باید در CV شما اضافه شود تا بتانید از سیستم ATS پاس شوید. به خاطر درک بیشترتان ما میریم عملا یک CV را مورد بررسی قرار میدیم. دوستای عزیز، در CV چیزی که باید مد نظر گرفته شود و او حتما ذکر شود تا ما از سیستم ATS پاس شویم، در قدم نخست Personal Information یا Personal Details است. او را ما باید مکمل نوشته بکنیم. مثلا فول نیم ما که نام ما حمیدالله همین است، فول نیم مکمل نام خود را اینجا نوشته کردیم، آدرس خود نوشته کردیم، نمبر تلفن خود نوشته کردیم،
ایمیل آدرس خود نوشته کردیم، سال تولد، ملیت، در کل تمام معلومات که مربوط میشه شخصی، البته تمام معلومات شخصی که مربوط به خود ما میشه در این قسمت از CV نوشته میکنیم. در قسمت دوم بخش پروفشنال سمری هستند که در پروفشنال سمری شما میتونید تمام تجربیات، دانش و مهارت‌های خود را بسیار به شکل مختصر در اینجا نوشته بکنید. ما در این قسمت اسم خود نوشته کردیم و درجه تحصیل خود نوشته کردیم که با کدام دیگری تحصیلاتم هستم و چند سال تجربه کاری دارم و علاقه خود به پیوستن تیم UNDP در اینجا نوشته کردم که مختصر یک معلومات در مورد خود ما بوده. دوستای عزیز، بعد از اینکه شما پرسونال انفورمیشن و پروفشنال سمری خود نوشته کردین، مستقیما تجارب کاریتان نوشته بکنید چون بیشتر مورد توجه قرار میگیره. در تجربه کاری از آخرین وظیفه‌ای را که شما اجرات داشتین یا فعلا در رو استخدام هستین کار میکنین نوشته. به طور مثال آخرین وظیفه‌ای که ما داشتیم چیف اگزیکیوتیو آفیسر بوده یا CEO که از کدام سال تا کدام سال او وظیفه را انجام دادیم، در کدام کمپانی وظیفه را انجام دادیم و کدام وظایف مدعی کمپانی انجام دادیم به این سمت که وظیفه دار بودیم و کار میکردم. در اینجا اینی تمام وظایفی بوده که ما انجام دادیم و در آخر ما دستاورده و نتیجه کاری خود در اینجا نوشته کردیم که اینی کارا را ما دستاورد ما بوده. ما صرف یک وظیفه یا آخری وظیفه خود در اینجا نوشته کردیم. شما میتونید تمام وظایف خود به این شکل به تعقیب همدیگر نوشته بکنید. دوستای عزیز، به یاد داشته باشید هر لایه وظایفی را که شما نوشته میکنید در قسمت پایین از اون لایه وظایف شما باید یک توضیحات در مورد از اون نوشته بکنید. مثلا ما نوشته کردیم overseeing budget, staff, executive and evaluating the success of the company که در قسمت پایینی از او بعد ما یک توضیحات دادیم managing the financial resources of the company, making strategic decision and evaluating the performance of organization. دوستان عزیز، بعد از اینکه شما تجربه کاریتان نوشته کردین در بخش تحصیلات هم شما میتونین از آخرین تحصیل را که شما انجام دادین و درس خواندین که آخرین تحصیل را که ما انجام دادیم ماستری بوده که در سال 2013 الی 2015 و همینطور به عقب میریم از سال 2009 الی 2013 بیره و پانتون آمریکایی ها ما انجام دادیم که این باز به تعقیب از MBA میرسانه. در صورتی که از شما تحصیلاتتان بیشتر است شما میتونین به ترتیب همینطور لیستش بکنین و نوشته بکنین. دوستای عزیز، مهارت ها نیز باید درج CV شما شود به خاطر از اینکه بسیار مهم هستند و اون مهارت هایی که مطابق به وظیفه که اپلای میکنه مطابق به همو نوشته بکنه. اینطور نشه که شما یک مهارت هایی را که نوشته کردین همیشه در هر ارگانیزیشن که اپلای میکنین همون مهارت ها را نوشته بکنین. این قسمی است که هر ارگانیزیشنی که شما اپلای میکنین مهارتایی که مختص به مو پوزیشن که شما اپلای کردین است به مو شما مهارتای خود نوشته بکنید. مثلا در وظیفه‌ای که ما اپلای کردیم که کمیونیکیشن اسکیلز یا مهارت‌های ارتباطی نیاز داشتم و ارگانایزیشنال منیجریال اسکیلز یعنی مهارت‌های مدیریت وظیفوی ضرورت داشته و در این حال مهارت‌هایی که به خود وظیفه هست اونا را ضرورت داشته که ما کل از اینا را نوشته کردیم. شما میتونید کدام مهارت‌هایی را که دارین و مرتبط به وظیفه اعلان شده است او را نوشته بکنید. دوستان عزیز، این موارد را که من ذکر کردم هر CV را که شما ترتیب میکنید حتمی و باید این موارد اضافه از CV تان شده یا درج از CV تان شده باشد و چون فرمتی را که من استفاده میکنم خیلی موضوعات دیگر هم ذکر کرده و باید داشته باشید دوستان عزیز که CV ها فرمت های مختلف دارن. ما از فرمت
یوروپاس استفاده کردیم و موارد دیگه که در این فرمت ذکر شده، یعنی لازم نیست که در هر سوی باید او ما ذکر بکنیم، چون همین فرمت این موارد داشته و ما سوی خود به این چیزا این موارد دیگر هم در اینجا ذکر کردیم. مثلا دیجیتال کانتنت که ما در این سوی کار کردیم و شما مشاهده میکنید، در دیگه فرمت ها نیسته. عزیزای دل، اگر این ویدیو ما برای شما مفید قرار گرفته، کانال ما را سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی ما به دسترس شما قرار بگیرد. اگر شما به کدام وظیفه مشخص اپلای میکردین و با مشوره و یا تصحیح سی تان ضرورت داشتین، لطفا در کامنت به ما بنویسید. همکاری های همه جانبه از طرف ما صورت میگیرد.